أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند رحمتگر مهربان. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بگو به من وحی شده است که تنی چند از جنیان گوش فرا داشتند و گفتند راستی ما قرآنی شگفت‌آور شنیدیم. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. که به راه راست هدایت می کند. پس به آن ایمان آوردیم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نخواهیم داد. و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. و اینکه او پروردگار والای ما همسر و فرزندی اختیار نکرده است. و انه کان یقول سفیهنا علی الله شططا. و شگفت آن که کم خرد ما درباره خدا سخنانی یاوه می سراید. و انا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی الله کذبا. و ما پنداشته بودیم که انس و جن هرگز به خدا دروغ نمی بندند. و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. و مردانی از آدمیان به مردانی از جن پناه می بردند و بر سرکشی آنها می افزودند. و انهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا. و آنها نیز آنگونه که شما پنداشته اید گمان بردند که خدا هرگز کسی را زنده نخواهد گردانید. و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. و ما بر آسمان دست یافتیم و آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهای شهاب یافتیم. و انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. و در آسمان برای شنیدن به کمین می نشستیم، اما اکنون هر که بخواهد به گوش باشد تیر شهابی در کمین خود می یابد. و انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. و ما درست نمی‌دانیم که آیا برای کسانی که در زمینند بدی خواسته شده یا پروردگارشان برایشان هدایت خواسته است. و انا منا الصالحون و منا دون ذلك كنا طرائق قددا. و از میان ما برخی درست کارند و برخی غیر آن و ما فرقه های گوناگونیم. و انا ظننا ان لن
نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. و ما می‌دانیم که هرگز نمی‌توانیم در زمین خدای را به ستوه آوریم و هرگز او را با گریز خود درمانده نتوانیم کرد. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. و ما چون هدایت را شنیدیم بدان گرویدیم. پس کسی که به پروردگار خود ایمان آورد از کمی پاداش و سختی بیم ندارد. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. و از میان ما برخی فرمان بردار و برخی از ما منحرفند. پس کسانی که به فرمانند آنان در جستجوی راه درستند. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. ولی منحرفان هیزم جهنم خواهند بود. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. و اگر مردم در راه درست پایداری ورزند قطعاً آب گوارایی بدیشان نوشانیم. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. تا در این باره آنان را بیازماییم و هر کس از یاد پروردگار خود دل بگرداند وی را در قید عذابی روزافزون درآورد. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. و مساجد ویژه خداست، پس هیچ کس را با خدا مخوانید. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كادوا يكونون عليه لبدا. و همین که بنده خدا برخاست تا او را بخواند چیزی نمانده بود که بر سر وی فرو افتند. قل انما ادعو ربی ولا اشرك به احدا. بگو من تنها پروردگار خود را می‌خوانم و کسی را با او شریک نمی‌گردانم. قل انی لا املك لكم ضرا ولا رشدا. بگو من برای شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بگو هرگز کسی مرا در برابر خدا پناه نمی‌دهد و هرگز پناهگاهی غیر از او نمی‌یابم. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا.
وظیفه من تنها ابلاغی از خدا و رساندن پیام‌های اوست و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند قطعاً آتش دوزخ برای اوست و جاودانه در آن خواهند ماند. حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا و اقل عددا. باش تا آنچه را وعده داده می‌شوند ببینند، آنگاه دریابند که یاور چه کسی ضعیفتر و کدام یک شماره اش کمتر است. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. بگو نمیدانم آنچه را که وعده داده شده اید نزدیک است یا پروردگارم برای آن زمانی نهاده است. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. دانای نهان است و کسی را بر غیب خود آگاه نمی کند. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. جز پیامبری را که از او خشنود باشد که در این صورت برای او از پیش رو و از پشت سرش نگاهبانانی برخواهد گماشت. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. تا معلوم بدارد که پیام‌های پروردگار خود را رسانیدند و خدا بدان چه نزد ایشان است احاطه دارد و هر چیزی را به عدد شماره کرده است.